جوان سر از فرمان مادر بتاب. یک جوانی سرکش بود است، بعضی مثل جوانای ما و شما که مادرها را پسند نمیکنند، مادرها را حرمت نمیکنند. دلی دردمندش به آزار بتاب. شیخ سعدی میگه بسیار دلی مادر را درمند کرد. چو بیچاره شد پیشش آورد و مهد که گفت ای سوست مهر و ای فراموش عهد. مادر چیکار کرد؟ ببینید عجیب کاری را کرد. دوست می‌دارم مادرایی که فرزنداتان حرمتان نمیکنند یا به قدر شما نمیرسند، اگر دعوای مؤمنی و اسلامی و دعوای نمازخوانی کنند، همین عملی که مادر در حق فرزند خود کرد تو هم مادر عزیز بکن، شاید این عمل تو را بیدار کند. این مادر چیکار کرد؟ چو بیچاره شد پیشش آورد و مهد که گفت ای سوست مهر و فراموش عهد. نه گریان و درمانده بودی و خورد که شبها زی دست تو خوابم نبرد. فریاد زد مادر، با تمام از تحت دل فریاد زد. نه در مهد نیروی حالت نبود، مگس راندن ز خود مجالت نبود. اینجا بیا گفت، نزد من ده بیا گفت، به خانه کمپیرخانه مادر در آگفت، آورچین آن این بچه سرکشه. بعد کجا رفت؟ چو بیچاره شد پیشش آورد و مهد. رفت از خانه دیگر همون گهواره ایده که این بچه سرکش خواب بود، همون گهواره را برداشته و به پیش آورد. ببینید همون گهواره را برداشته و به پیش این بچه سرکش آورد. گفت که گفت ای سوست مهر و فراموش عهد. فراموش کردی همین جایگاه کیف گفت، همین گهواره را میشناسی؟ چرا این قدر مهری تو سوست شده؟ مهری تو کجا شد؟ مادر گهواره را به فرزند نشان داد که شاید از سخن عالم ها عبرت نگیرید، از سخن حکیما و از سخن دانشمندا هیچ عبرت نگیرید. شاید مادر مجبور شد و گهواره را گرفت و در پیش این فرزند گذاشت. وقتی نشان داد فرزند با دقت نظر میکرد و گفت نه گریان و درمانده بودی و خورد. تو میدانی از زمان گریه میکردی، بسیار درمانده بودی، محتاج بودی کسی به تو کمک کند، بسیار خورد بودی که شبها زی دست تو خوابم نبرد. او شبها مرا خوابم نمیبرد. شبی دراز تو گریه داشتی، شبی دراز تو خوراک طلب میکردی، شبی دراز گویم برای تو تازه کردن حاجت بود. و در همین خانه شما خودتان خلاصه براریم. حاضر کودک در خانه های خود ما کودکامون وقتی که اگر همون در بروکش گویم وقتی بی‌تمیزی میکند، وقتی که گویم از او آن چیزی که آزار دهنده است خارج می شود، ببین چقدر نفرت میکنیم، تریزا را کشویم، بگیر برده تیز را شستشو کن، در بوی او طاقت نداریم. لیکن مادر همون را برداشته، مادر با اون ملایمی سخن گفته و برداشته و بلا به آب ببرد، برای آب گرم میکند، میشود با دستای خود تازه میکند. انسان کمی بیدار شد. آخه خاطر خدا را هم ندیدی، خاطر شریعت هم ندیدی، خاطر هم مهنت های مادر کمتر یک قدر کن. در دوام مادر با اون چی گفت؟ مایلش تو شبها هم گریه میکردی، عذابو میدادی، شکنجم میدادی، از دست تو بیمار بودم، خواب حلال ندیده بودم، نه در مهد نیروی حالت نبود. و تو در همین گهواره خواب بودی، تو تماما قوه نداشتی، مگس راندن زی خود مجالت نبود. و مگس ها بالای سری تو را میگرفتن، در بینی و در دهان تو مگس ها می در آمدن، تو حتی برداشته دست همونها را پیش کردن نمیتونستی. آیا همتا نیست؟ آیا همچنان نیست؟ در اصل امروز میبینیم که اما قوت یک مگس را دور کردن نداشتیم. و کی همون را از بالای ما دور کرد؟ مادر کرد.
پیغمبر خدا به نزد یک قبر گذاشتند که بسیار قبر نگاه کردند. از داخل قبر صدا می آمد. چی صدا می آمد؟ عن فوق النار و عن تحت النار و عن یمین النار و عن شمال النار. از زیر پایم آتش است، از بالای سرم عذاب است، از پهلوی راستم عذاب، از پهلوی چپم عذاب. ای داد، ای پشیمانی، ای نافهمی، داد میگفت. حبیب خدا وارد راحت و عذاب قبر میدانید پیغمبر ما. حبیب خدا بعداً به نزد این قبر آمدن و مردم قبیله را فریاد زدن، گفتن کنی بیایید این صاحب این قبر کیست که اینقدر فریاد از عذاب دارد؟ همه میگد راستای قبر آمده ایستادن نزد این قبر که پیغمبر خدا عذابش میدید. نگاه کرد یک خیلی مادر پیرانسال آمده و راست قبر ده ایستاد. تو مادر این قبر کیست؟ گفت این قبر فرزند من است. گفت در حال حیات این دعای تو را گرفته بود یا نه؟ تو از این راضی بودی یا نبودی؟ مادر گفت پیغمبری خدا گفت از همین بچه گفت دهن نکشا، گفت زبان نکشا. این از جمله فرزندایی بود که ما از روزی که این زندار کردیم یک پیاله چای را ما ننوشیدیم. پاپ ما جانب خانه این فرزند رفتن نمیتوانستیم. زنی داشت که محبت او از پدر و از مادرش بالا بود. برای همین حبیب خدا گفت وقتی باره که هیچ طاقت نکردم، باره هم دعوتم که نمیکرد، خودم از پیش خود به خانه بچه‌ام رفتم. وقتی وارد خانه بچه‌ام شدم یک باره بچه‌ام که وقتش خوش بود برای دید تماما حالتش دیگرگون شد. ناراحت شد که این مادر به خانه من آمده است. دیدم که قوقاش انداخته و از من درو میپرسد چرا آمدی، برای چی آمدی، چی مقصد داری؟ گفتم خدای مهربان به دل خود گفته بودم ای حبیب خدا که خدایا آخرت این فرزنده همچنان گردان که داد رای او را تمام مخلوقات تو شنود. این دعای من در حق این فرزند بود. حبیب خدا گفت مادر دعای تو قبول شده است. این فرزند در همون عذابی که تو گفتی در همون عذاب روبروست، برای همین راضی شو تا که این عذاب از بالای کنده شود. پیغمبر خدا بسیار مهربان بود، از پدر و مادر و مهربان بود، نمیخواد که امتی او در عذاب باشد. مادر گفت حبیب خدا مجبورم نکن، دلم بسیار سیاه است، نمیخواهم. میگه دعا کرد، گفت خداوند گفت از پیش چشم این مادر آن پرده را بردار و خود با چشم خودش فرزندش بیند. راویای کتاب میگه وقتی که پرده که از چشم مادر دور شد، مادر حال فرزند که دید، همون مادری که طول چند سال در عذاب و در مشقت این فرزند گرفتار بود، خودش میگه در بالای قبر پرتافت. اون پروردگار را گفت اون عذابی که این فرزند دارد خدای مهربان از همه آن ناخوشنودی هایی که در حق من کرد همگیش بخشید و من راضی شدم. مادر را ببینید. بازی بله فرزندایی که از ما و شما هر گونه گویم در ملیسه خانه ها میغلطند، حتی گیره‌ای کش میشوند، بنگی میشوند، دیوانه میشوند، مادر را ببین در همه حالت در دنبال او راست است. حالا که از او یگان فایده گرفته نمیشود، یگان حرمت از او چشم داشته نمیشود، لیکن مادر در دنبال او راست است. بچه من نگاه کنین و بچه من مهربانی کنین. دادر عزیز، قسم به بزرگی روز از روزها همه من وارد خانه قبر میشیم. آن چیزی که من گفتم از گوشت بیرون نکن. آن چی من از گفتم در گوشت به نام خدا، این کتابای خدا گفته است، اینا همه حقن، از گوشت دور نکن. برای یک مدت اندکی دنیا این مادر و پدر تا از خودت ناراضی نکن. هر جا میری پدر در حقم دعا کن که دوشنبه میرم، پدر در حقم دعا کن حج میرم، آچه جان فلان جا میرم.
آچه جان در فلان جایم خواتیر نشو. برادر عزیز و گرامی، این دلتنگ کردن مادر معنای او را دارد که این روشنی قبر توست، این برکات دنیای توست. دورای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه پیغمبر خدا دائم که آمد قوم نگاه میکرد که ها در قوم هستن یا نیستن. روزی آمد میگه که دو جای خالی بود، یک جوانی بود در همون دوره هر روز پدر و مادرش میرفت، اول پدرش میآورد چهار درمانده بودن، میآورد در صفق میماند، در یک جای معین داشت، میرفت مادرش میگرفت میآورد. هر روز کار این جوان همین بوده و جوان در پهلوشان مینشست. روز از روزا پیغمبر خدا میگوید آمد نگاه کرد در جماعت که همون پیر و همون کم پیر در همون جای معینی که مینشستن وجود ندارند. گفتن اینجا یک موی سفید و یک کم پیر، یک پیرانساز زنی مینشست، الحال نمیبینم کجا شدن اونا؟ صحابه گفتن او یک فرزند داشت که در همه نمازهای با جماعت پدر و مادر را می آورد در جماعت و بعد تمام شدن نماز با اونها را می برداشت خانه می برد. متاسفانه گفت ای حبیب خدا همون جوان خدا جانش گرفتن. نآمدن این پدر و مادر سبب در این است که خدا همون جوان جانش گرفت. حبیب خدا میگه در بین صحابه گفت قسم به خدا گفت اگر در همین دنیا خدا یک کس اگر ابدی نگه می داشت هر آینه همون جوان خدا ابدی نگه می داشت و الا همه فنا شونده است، الا فقط الله باقی میماند و خلاص، و الا خدا اگر یک کس میماند همین جوان باقی میماند به خاطر خدمت پدر و مادر.